حضور پرشور هزاران تن از اقشار گوناگون در ولایت هرات در مراسم بزرگداشت از 24 اسد، سومین سالروز پیروزی امارت اسلامی در کشور. این شهروندان در کنار بیان دستاوردهای بزرگ حکومت این مدت، حمایت کاملشان را از نظام امارت اسلامی اعلام می کنند. پیروزی مستضعفین بر مستکبرین هدیه الهی است و این شکرگزاری به کار دارد. شکرگزاری در این هست که ما معرفت شناسی داشته باشیم از پروردگار با عظمتی که دارای اسما و صفات کامله هست. ملت بزرگ ما برای حمایت از نظام اسلامی اولین کاری که ولی نعمت حقیقی را بشناسم به کنه صفات او تا اندازه‌ای که به بشر مقدور است و پیرو فرامین الهی و شریعت غراء محمدی باشند. همه ملت افغانستان باید دست به دست همدیگر و دوش همدیگر به فکر آبادی و آزادی، به فکر پیشرفت افغانستان باشیم. امروز خوشحال و خرسندیم که دور هم جمع شدیم و جشن میگیریم پیروزی ملت شریف و نجیب افغانستان را. این موضوع خیلی یک موضوع خوشایند و خوشحال کننده هست برای تمام مردم افغانستان. از سوی هم مسئولان امارت اسلامی در این مراسم نیز از ایجاد وحدت و هماهنگی کامل میان اقشار و اقوام با هم برادر کشور سخن میزنند و تاکید دارند که امارت اسلامی دستاوردهای بزرگ در بخش‌های تطبیق پروژه‌های زیربنایی، مبارزه با فساد، مواد مخدر و چندین مورد دیگر داشته است. امروز روزی است که امپراتوری غرب، امپراتوری ناتو و همه غلامان حلقه به گوششان در افغانستان ناکام شدند و پا و پوز پلیدشان به خاک مالیده شد. اداره محلی هرات نیز در این برنامه از مبارزات آزادیخواهی ملت مجاهد افغانستان در دوره‌های مختلف تاریخ یاد کرده و از انجام شمار زیاد از دستاوردهای امارت اسلامی افغانستان سخن می‌زند. واحد قوی مرکزی نظام په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت د سرحداتو ساتنه د افغاني ثبات لوی ملي پروژې او همدا ډول نور په لسګونو لاسته راوړنې چې اسلامي امارت لري د دې قدرداني او ستاینه وکړو. 24 اسد سوم سالگرد استقلال ملت ما و شما روزی هستند که عزت و شهامت، غیرت و شجاعت ما و شما را برملا نموده. کوشش بکنیم که این عزت، این شهامت خود را تحافظ نماییم. توصیه من و صحبت من و خواهش من و آرزوی من کوشش بکنید و بخصوص از این فرصت ها که الحمدلله بهترین نعمت که امنیت و آرامش هست، از این فرصت های خوب و نیک در ساحه نظام اسلامی بیاییم به خاطر تحصیل و علم و کسب علم و دانش و فرهنگ بشتابیم و به پی تحصیل برویم تا ای که ما عالمانه بتانیم از حق و حیثیت مردم و ملت خود ما پاسبانی و حراست بکنیم. باید یادآور شد که به تاریخ 24 اسد سال 1400 هجری شمسی مجاهدین امارت اسلامی توانستند پس از 20 سال جهاد و مبارزه در مقابل آمریکا و متحدین غربیش موفق به پیروزی و فتح کامل کشور گردند.